چه کاره بشی؟ من هر بار که میرم جلو آینه با خودم میگم بزرگ شم چه شغلی به تیپم میخوره. بعد تو این فکر میفتم که تنها شغلی که به تیپم به کلاسم میخوره دکتریه. پزشکی واردی؟ خوراکم. آبل مرغون چیه؟ آبل مرغون چیزیه که مرغا رو صورتشون چند تا جوش در میارن، بعدش میرن خودشون پماد میزنن خوب میشن. آلزایمر چیه؟ آلزایمر بابام داره. وقتی با مامانم دعواش میشه دو تا دستشو میاره بالا میگه زن من از دست تو آلزایمر گرفتم. بعدش مامانم میگه تو منو گرفتی خدا همه چیز بهت داد. اینم میدونی اتاق عمل به کجا میگن؟ اتاق عمل جاییه که زنها بعضی وقتا میرن تو، بعد که میان بیرون دماغشون یه چسب بزن. بعد تازه عمه کوچیکم هم با عمه کوچیکم هم رفته بودیم دکتر، بعد گفت من میخوام برم اتاق عمل. رفت اتاق عمل، بعد اومد بیرون دیدیم یه چسب دماغش هم اینطوری رفته بالا اینطوری شده. بعد خودش هم فکر میکنه خوشگل شده نشده. میدونی یرقان به چی میگن؟ یرقان یا یرقون؟ یرقون یه چیزیه که دسته داره، بعد یه چرخ هم داره بعد شوهر خونم بچه ها با من سوارش کرده بود، هول میداد، ما هم کیف میکردیم. بعضی وقتا وسیله هم توش میذارم. اون اسمش یرقونه؟ بله. فرقونه؟ بله بهش فرقونم میگن. عنبیه چیه؟ عنبیه یه میوه زرده اینطوری، بعد باش مربا هم درست میکنن، از جنگل آفریقا هم میاد. منظورت انبه است دیگه؟ بله هم. ممنونم آقای دکتر که توی برنامه ما شرکت کردید. خداحافظ.